نحمده و نصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. خوش آمدید میگم، بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه رقابتی ما، برنامه رقابتی پر جمع و جور و جالب و دلچسب ما که ما هم تشویقشان کنید. گروه الف و گروه ب دوستای عزیز، گروه الف و ب هم در پهلوی ما قرار دارد. به همشان خوش آمدید میگم، خیلی زیاد خوش آمدید. رقابت ما طوری است که از هر تیم 12 سوال می شود. از هر تیمتان 12 سوال می شود. به 3 مرحله تقسیم شده است. در مرحله اول 5 سوال تشریحی از شما می شود. 20 ثانیه وقت دارید. در 20 ثانیه باید جوابتان را به ما شریک بسازید. مرحله دوم سوالات 4 جوابات 4 سوال است. آماده باشید. اما پیش از این جای داره که یک تشکری بکنیم از حامی برنامه ما، حلیمیان گروپ، قهرمان بی رقیب در پاکیزگی. شما می توانید از محصولاتش استفاده کنید. سوال اول، آماده باشید. محل سکونت اصلی پوهاند عبدالحی حبیبی در کجا بود؟ می توانیم مشوره بکنید. بسم الله الرحمن الرحیم. کندهار. بسیار خوب، تشویقشان کنید. عبدالرحمن بابا در کدام قریه پشاور تولد شده است؟ 20 ثانیه وقت دارید، مشوره کنید. در قریه بهادر. بسیار عالی، تشویقشان کنید. مخترع چراغ برقی کی بود؟ مخترع چراغ برقی کی بود؟ مخترع چراغ برقی کی بود؟ ادیسون. خیلی خوب، تشویقشان کنید. کدام فیلسوف یونانی برای آموزش علم محلی را به نام اکادمی تشکیل داد؟ نه خیر، جواب شما غلط است. کدام دانشمند فرانسوی خط نابینایان را اختراع کرد؟ وقت شما تمام شد. دولت شیبانی در ماء النهر در کدام سال تأسیس شد؟ دولت شیبانی در سال 1501 میلادی تأسیس شد. تشویقشان کنید. بسیار عالی. اهتزاز به چند نوع است؟ کدام گزینه صحیح است؟ گزینه چهارم به 2 نوع. بسیار عالی، تشویقشان کنید. بالاخره نمرات جمع آوری کردیم و در این رقابت ما هر دو تیم بسیار خوب پیش رفتن، بسیار خوب رقابت داشتن، بسیار عالی بود. اما تیم الف بسیار زیاد لایق بود که مجموعه جواباتشان 10 سوال جواب داده بودند و تیم ب 6 سوال جواب داده است که از این معلوم است تیم الف ما برنده شده است. برایشان چک چک بزنید. مقام اول سید علی جان برده است از تیم الف. بسیار عالی. ایام توفیقتان است، شما اینجا باشید، دستتان مرا بدهید. مقام دوم ما محمد صادق جان برده است. محمد صادق از تیم 20. بسیار عالی، مرا دستتان و ایام جایزه‌تان مبارکتان باشه. مقام سومی که کسی برده از ذوالفقار جان، مبارکتان باشه. یک دانه تحفه بزرگ و جاکت کتابچه به شما هم تحفه. جای داره که مدیر صاحب مکتب هم دعوت کنیم که بیاین سر استیج و از طرف اسپانسر ما هم تحفه که آماده شده بگیره. برکت است. بسیار زیاد تشکر دیگه. به همه شما وقت خوش میخوایم. امیدوار هستم که همتان در زندگی کامیاب باشید و اهدافی که در نظر دارید به همیشان برسید. به همه شما وقت خوش میخوایم. خداحافظ.